و وقت بخیر. اولین درس پایتون است. قبل از اینکه درس پایتون رو روی کد شروع کنیم، بعض جزئیات خارد پایتون است که براتون تشریح میکنم. صفحه پایتون اگر در جوپیتر نوتبوک باز کنین به این شکل است، ولی با کولاب و دیگر محیط هم میشه شما با کار کنین. اگر ببینید در جوپیتر نوتبوک به شکل باکس هر بار که شما کد رو بنویسین و یک قسم زیادتر میشه بسازین به این شکل. و اگر خواسته باشین باکس ها رو از بین برین یا دلیتش کنین به این شکل کات از بین برین، به این شکل کاپی میکنینشم و در این قسمت پیست میکنین. در جوپیتر نوتبوک معمولا هر باکس یک بار رن میشه که از رن میکنین. فعلا هیچ چیز نیست، پس آنتر باز رویش کار میکنیم و ایچم عملیات از بین میره و قطع میشه. از اینجا اگر ببینین شما اضافه کردن میتونین و همین شکل پایین و بالا رفته میتونین. اگر یک سل بیخی کاملا جدید اضافه کنین به این شکل، اگر دلیتش کنین میشه از اینجا دلیت کنین. خب بسیار خوب. در درس اول روی آپشن پرینت کار میکنیم. پرینت به خاطر برنامه‌نویس گذاشتن هر چیزی که خواسته باشین در این صفحه استفاده میشه. مثلا پرینت به این شکل. اگر ما رن کنیم هر چیزی که در داخل قوس باشه به اون پرینت میشه. ولی متوجه باشین این هر متنی که داخل قوس نشه میکنین با کوتشن مارک بستش کنین. اگر نباشه با زیر پرینت بر ما اشتباه میاره به خاطر اینکه قبلا تعریف نشده. مثلا اگر ما همین کاره به این شکل انجام بدیم، چون که هلو ورلد کس ایره پایتون نمیشناسه، قبلا این تعریف نشده، پس به ما invalid syntax میگه که اشتباه است. معمولا داخل قوس باشه. این کار اگر ما با اعداد انجام بدیم، مثلا به این شکل، باز اعداد پایتون میشناسه پس مشکل نیست، به این شکل دوام میاره. بعض دیگر هم میشه با دیجا تمرین کنیم. مثلا اگر پرینت کنیم در اینجا بر ما پرینت میشه. هر متن دیگه که باشه به این شکل از آپشن پرینت ما استفاده میکنیم. به این شکل. یک چیز دیگر که شما باید یاد بگیرین این است که بعض وقتا ما بر خود یک یادداشت می‌داشته باشیم در کد، ولی ما نمیخوایم پورا پرینت کنیم در این صفحه و یا پایتون رو در نظر بگیریم. مثلا یادداشت درباره کد ماست، بعض چیزا رو میخوایم راهنمایی کنیم به کسایی که مثلا کد ما رو میخوانن یا برای خود ما در آینده استفاده کنیم. به خاطر از این کار مثلا از علامت نمبر استفاده میشم. یک مثالش همین است که به این شکل. این قبلا علامت نمبر استفادهش داریم. اگر رن کنین هیچ چیز رن نمیشه، بخاطر از اینکه پایتون میفهمه که این نباید رن شود. اگر بعدش مثلا هر چیز اشتراک کنین این بر ما رن میشه بدون کام مشکل. و این شکل هر جایی که ما علامت نمبر استفاده کنیم اون دیگه رن نمیشه. این بسیار مهم است بخاطر استفادهش اگر کام وقت خواستیم که ثبت کنیم یک چیز رو. به این شکل اگر خواسته باشیم بین چند خط تکست ما یک فاصله یا چه کار میکنیم.
مثلا یک بخش تکست ما هست اینجا، این بخش اولش است و یا بخش دومش است. اگر مستقیم رن کنید چی میشه؟ به شکل دو خط با هم وصل میشه. اگر ما خواسته باشیم بین از اینا فاصله باشه، میشه که پرینت خالی استفاده کنیم. ببینید بین از اینا فاصله ایجاد شد. یا خوب است بسیار اگر میخوایم پرینت کنیم چندین خط باشه یا پاراگراف ها باشه از هم فاصله داشته باشه، از این استفاده کنیم. و موضوع دیگری است اگر ما خواسته باشیم در پرینت بین تکست ما فاصله باشه، باز کجا استفاده میکنیم؟ مثلا ما یک چیز رو میخوایم پرینت کنیم. اگر این رو مستقیم پرینت کنیم به شکل می، اگر بین از اینا فاصله ایجاد کنیم این فاصله هم خودش پرینت میشه. مثلا اگر دوست داره داشته باشیم هر قدر فاصله بینش بگذاریم او فاصله در پرینت میه. این باز خوبیش از در تکست وقت استفاده میکنیم. در بین جملات فاصله باشه از این شکل استفاده میشه. و قبلیش بود پرینت خالی بین خطا و فاصله. به این شکل ما درس اول خاتمه میتیم در اینجا.